این در درون هیزم گفت ندیدی یک کسمون از قفای او دویده سبده ما را ندیدی که امرا ما باید بیاویم؟ گفت دیدمش. گفتن کجا داری؟ گفت درون هم درزای هیزم داری. این شیشه نگاه کرد گفتن این دیوانه بیا بریم. نخواه که آدم در درون هیزم بزن. این دیوانه گفتن بیا بریم. برفتن. بعد برده که از درون هیزم برمد گفت دوست بودم من تو باور کردم من ترا همچون یک شخص مسلمان بود ترا پرسیدم تو گفتی در درون یعنی هیزم راست شما را نشون دادی گفتی. گفتنم راست گفتم که تو نجات گفتی و مرا دیوانه حکم کرد. اگر به شرطی که دروغ میگفتم نمیشید. راستی همین طبقه برکت دارد. فقط دروغ گفتن در سه موضع پیامبر صلی الله علیه و سلم رخصت داده. سه جا. یکم در جنگ، وقتی که جنگ هست بین مملکت‌ها، در جنگ الحرب خدیعتون، جنگ خودش فریب است. در جنگ همه وقت آدم حرکت میکنه که همه مقابل بودگیش مغلوب کنه. کدام راهی باشه، کدام مثلا حالتی که باشه فندش کنه که همه مغلوب کنه. این در جنگ رخصت است. مثلا این دست میورداری خیال میکنه باید سه دست دیگر قطع میزنی یا یک راهی دیگر قطعی. جنگ خودش فریب است، رخصت است. دیوم در حالت رخصت هست که بین دو نفر آدم قهری آشتی بیاندازی. مثلا دو نفر دشمن هم ایشا همین قدر بد میبینه دشمن که بعد در بین میدروی به خاطر خدا بعد چیکار میکنی؟ دروغ میگی. پیش یک تشمیه میگی همون فلانی از همون کردگی و گفتگیش بسیار پشیمانه، گفت که همین فلانی آدم خوبه، ما یک تیزی کردیم گذشت از ما کم بودی، انا پشیمانم. خیلی میگه تعریف میکنه او را، دروغ اگر هر دوش به خون یکدیگر تشنه در پیشی رو میگه. با از پیشی که در پیشی میگه که همون فلانی ترا نغز میدید و او را بیرهش کردن یا سخنی بد گفت یا یک عملی بد کرد که از همون کردش پشیمانه. بین همه دو نفر آدم دشمن یا جنگی آشتی انداختن اگر دروغ هم که بگه رخصت. این رخصت. و سیوم برای نفری که مثلا بعضی از آدمایی که مثلا زندور هستن، دو زندورن یا زیادتر دارن، در بین او اگر در پیشش برایش تعریف کنه اصلا که دیگه بهتر نیست، تو خوبی، تو دونوی، تو ای همه در که دهوی خشرو فقط تو خواهی دیگر واسش کنه بود در پیش دیگر شما همین گپورا بود در دیگرش دیگر برای هم رخصت هست به خاطری که زندگیشون ویران نشه. دیگر در همه حالت معنی است. و سیوم پیامبر صلی الله علیه و سلم همین سه طرح سیوم شه پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ و بی بیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه، و با یک خانه با یک قصر در بلندترین موضع جنت من ضامن میشم برای کسی که اخلاق نیکو داشته باشه. همین اخلاق نیکو را باور کنین، اگر اخلاق نیکو را غیر مسلمان اگر همین اخلاق نیکو داشته باشه دل خدا میگه که بسیار آدم خوب بوده است. اگر مسلمان هم نباشه لیکن آدم خوب بوده است، اخلاق خوب داشته است. اخلاق خوب مسلمان و غیر مسلمان همه دوست می‌دارند. آداب مسلمان و غیر مسلمان همه دوست می‌دارند. ولی میگه که الادب شجر والعلم ثمر فإن لم يكن شجر فكيف كون ثمر. ادب به مثال درخت است، علم به مثال میوه های درخت است. اگر درخت نباشه میوه از کجا پیدا میشه؟ یعنی اول ادب است بعد علم، اول اخلاق خوب است. عایشه صدیقه مادرمان حدیث بیان میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجه الصائم والقائم. مسلمان و مؤمن با اخلاق نیکوش درجه صائم النهار قائم اللیل در میآورد. یک نفری هست که روز تا بگاه روزه قط میگذرونه، شب از شب تا روز نماز میخونه، روز و روز شب به نماز میگذرونه. یک نفری هست که شب خواب میکنه، روز مثلا که روزش میخره شب خواب میکنه، زندگیش بودن میگیره، فقط اخلاق خوب داره. انا همین اخلاق خوب داشتگی مرتبهش برابر همون کسی است که روز و روز و شب به نماز میگذرونه.
برادرای عزیز در اینجا قریب 98% همه جوان هستند. مقصد از این گفته ها این حدیث و این قصه همین است که فقط از این گوش به این گوش برآمدنه به خاطر که ما و شما اخلاقمان اصلاح کنیم، اخلاقمان خوب کنیم. مخصوصا شما که در این ملک مردم مثال در این دولت روسیه که هستیم اخلاق خوب داشته باشیم. اخلاق شما را دیده بدین دیندار شود. اخلاق خوب داشته باشین. اون قصه که در چندین جا بیانش کردیم البته که جای گفتنش هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابتدای اسلام میگه از بازار اوکاز برآمد، میگه که یک کمپیره کردید در سر حلقش یک لینچه همتری پر کردگی رفته سوید که پیامبر گفته مادر گفت بیس کمکت میکنم، همون لینچه را گرفت در گردن خودش بر کرد و هر کجا که میگوی میبرمش. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت فلان ده میرم. پیامبر گفت میبرم تو هم جرا او کلانتر را احترام کردن. گفت ای جوان گفت من مثل تو راه گشتن نمیتونم، اجازت ده که از این پیراهن بقاپم. پیامبر گفت بقاپ. از کفته پیامبر قاپید، همون لینچه در گردن پیامبر تو ده را بود رسانیدش. هر چقدر کمپیر نگاه میکنه این قدر جوان زیبا خوشرو و نور خوش اخلاق و آداب هر چی نگاه میکنه محبتش زیاد میشه. بعد که مرو رساندش گفت بچه ما که اینقدر دوست داشتم، اینقدر شخص نورانه، اینقدر اخلاق بهترین، اینقدر آدم خوب که در دنیای خیلی وجود نداره با مثل تو که یک نصیحتت میکنم. کمپیر بی‌تابوت یهودی بوده است. بچه هم میگم همین آگاه باش که همین نزدیکا در یک نفر برآمدگی است دعوای پیغمبری داره نامش محمده. زینهار گپی هم رو نگیری، زینهار گپی همون را نگیری، یکی در دینی همون نداره که از دینی با وجود خلاص میشه. هم میگه تا اخیرا ببین که پیامبر کان اخلاق حمیده بود که تا اخیران گپی همون فقط سرس هم گوش میکنه. بعد که تمام میکنه پیامبر میگه ما در جا میگم همون شخصیت که میگویم محمد که دعوای پیغمبری داره که خداوند او را پیامبر فیز همون شخصیت مخدوم هست. الله ذوالجلال با ما امر میکنه که اخلاق نیک داشته باشی، آداب خوب داشته باشی، کلانتر احترام داشته باشی. وقتی که گفت تو اخیرا کمپین میگه کمتری سازی شد از شرم خجالت گفت و جز این دین دیگر دین حق وجود ندارد کلمه اعزا که من مسلمان شد. ببین اخلاق پیغمبر به دین دیندار کرد. مقصد از همین گفته ها که شما یک اخلاق خوبی حمیده داشته باشید که غیرها وقتی که شما را دید عبرت بگیرد، شما نمونه باشید. نه اینکه مسلمان را ببینه مسلمان دروغ میگه، مسلمان دزدی میکنه، مسلمان حق مردم میخوره، مسلمان حرام میخوره. این افعال شما را نبینه که یک باره از شما دیده بعد دیگه از مسلمانیش هم دیگه بیزار شود که هم خیلی که باشه بیا گومش کنه. یعنی اخلاق خوب، آداب خوب و دیگر اتفاقی و اتحادی در بین همه ما و شما باشه که همین 5 انگوش اگر هر کدام شد یک آدم یکتگی اگر با قپتات از اون ویخ میشکنن نابودش میکنن. یکی اگر همه یک مش باشه ایره شکستن و جواندن مثلا نایب کردنش طوری مشکل است. مقصد اتفاق و اتحاد باشه. یک نفر یک مشکلات دارد جمع شد مشکلاتی را حل کنه. یک نفر در یک کار در مونده است جمع شد طوری را حل کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجتی. کسی که در برآوردن حاجت یک مسلمان است خدا در برآوردن حاجت او است. دیگر پراکنده نباشید. اتفاقی خیر و برکت دارد. پراکندگی فقط خوری به سر ما می‌آورد. مردم با شما الحمدلله از این قدیم 1000 سال زیاد در همین رویه و پیروی مذهب امام اعظم رحمة الله علیه آمده شیم. پیروی مذهب امام اعظم داشته باشیم. هر خیل گروه ها و هر خیل مثلا حزب گروه و دیگرهایی که پیدا بشوند هر کدامش به خودش یک مقصدی دارد، هر کدامش به خودش یک مرامی دارد. ما و شما حرکت کنیم که اتفاق باشیم از همین مذهب امام اعظم یک سری قدم دور نشیم. همه که از مذهب بیانشن اکثر شگرفتن بیرها کردن در گوشم رو آمدن گفتن جوانای نازنین پدر و مادرش در تاجیکستان منتظر، بعضش زنش یاش در اونجا منتظر، بعضش دختر و بچه‌کش منتظر.
بیراشن گرفتن بردنش سیریا در اونجا رفت پراندنش مربر رفت که در اونجا غیر فتنه یگان ثوابی ندارد پراندنش مربر رفت تا این روزه آبی چشم قدر مادرش ریخته تا این روزه زنش گریه کرده کودککاش یتیم در همونجا موندگی شما هوشیار باشه که در فن دیمیان هفته نباید یگان ذره اینها در دین در مذهب فایده نیاوردن و نمیارن هوایی که تشکیل میکنن میبرن همین خشون رو بوتون میکنن شون رو وسط رو میگیرن از مذهب امام اعظم دور نشین اکثری کردن وطن دوست بدورید الحمدلله که اگر هر کجا که میگرده میبینیم بعضی آدم هست که بهترین حالت در همه جا دارن لیکن هر چی که داره ندارن وطن بازش از دیگر است محبت وطن پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه وقتی که به مدینه هجرت کردن در راه گشتن به طرف خونه کعبه و طرف مکه اشکوی پیامبر جاری شد گفت ای مکه نمیخواهم که من از دور شم اما چی کنم که مجبور هستم دور شم که حضرت جبرئیل گفت که محمد صلی الله علیه و سلم نمون اشکات به زمین نه افته که در کمترین مهلت با گشته میای به وطن باید فتح مکه شده گشته آمده وطن دوست بدون الحمدلله آبادی که امروز شده سر بسیار بسیار خوب که طریق آدمایی که 5-6 سال رفته بودن میرن میگن تماما همه دیگر شده است بسیار آبادی است آبادی زیبایی تنجی امانی پیشرفت علم ترقی همه از تنجی می شود از دوستی و برادری در این باب مشمول خیلی آگاه باشید اونهایی که همه گروه شدن پراکنده شدن نه خودشون حال خوب دارن نه اولادشون حال خوب دارن شما اگر در همین راههای خطا میرین خودتون در بلا زدگی لیکن با هم اولادات هم بود در بلا زدگی میشن برای همین احتیاط داشته باشید زندگی تا ببر مهنت حلال که بخور بپوش طاعت عبادت تا بکن قرآن را زیاد کن حدیث رسول الله را بخون همه را عمل کن یکی چی است در حق شروع رفتن بگید اخلاق حسنه را پیش بردن بگید دیگر همی که بعضی از برادرها باز گردن علمای ما از علمای حنفی مذهب الحمدلله بهترین علمای دنیا هستند وجود دارند حاجت ما با دیگر چیز نداریم که یک چیز شما میبینید در اینترنت یا در یک جا بخونید اون معلومه کی گفته است چند قدر علم دارد تقوا داره نداره مسلمان است غیر مسلمان است نامعلوم شما باید در اول که همون را گرفته باور کرده هست رفته نگیرید بلکه او را از یک شخصیت عالم خوبی مذهب حنفی سوال کنید جوابتون رو بگیرید پراکندگی نکنید با یک براشورکه خواندن یک ترجمه حدیث به روسی قطعی به یک قطعی ملا نمیشه به یک قطعی عالم نمیشه عمر انسان در طلب علم کوتاهی میکنه این همین عمرمون میگیم که 50 رفتگی است حالی هم خونده سیم حالی هم نمیفهمیم حالی هم نمیدونیم عمر انسان اگر 100 سال هم عمر رو ببینید و خاطر یک علم کامل بگیرم حالی هم کمی میکنن عالم سیر خفیات فقط الله ذوالجلال خودش است در همین باب احتیاط داشته باشیم مذهبمون رو نگه کنیم از مذهب به مذهب نشه که هر کسی که از این راه بیراه میشود عاقبتش گمراهی و سرگردونی است در بینمون اتفاقی باشد اتحادی باشد وطن دوست بداریم هر کدام که از دست ما چیزی میاد برای وطن بکنیم برای مردم بکنیم ولی چند جا سفر کردیم یک نفر در شهر زیمه ایرکوتسک دارو استحصال میکرده است بهترین عمل کنیم هم زواد هم مثلا جوی تخته و دیگر با دارو استحصال میکنیم تمام دنیا را روان میکنه از امون در امون داروش همش نوشتگی عبدالقهار نام پدرش نوشته است و نام قطعی استحصال میکنه این بهتر است که نفعش در جمعیت میرسد یا یک نفر دیگر یک کارخانه دیگر کرده است که بازش از فایدهش میرسه بچه‌های در نوسیبی بودگی در وطنشون در غرم راه اسفالت کرده ایستند برای همونجا وطنشون بعضی برادر دیگر در همونجا در ترکستان مسجد بنا کرده ایستاده است همین چی است خوبی های هست که البته که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس بهترین مردم از بین شما کسی که فایدهش به جمعیت برسه و مردم برسه و بدترین شما کسی است پیغمبر میگه که ضرری در مردم برسه حرکت کنیم که نفع رسان باشیم ضرر رسان باشیم
اگر فایده مونم که نرسه لااقل حرکت کنیم که ضرر مون به کسی نرسه. الله عزوجلال همه ما و شما را توفیق هدایت نصیب و روزی بگرداند و خداوند همه ما و شما را آن چیزی که گفتیم عمل کردنش نصیب بگرداند و در کسب و کار همه ما و شما خیر و برکت عطا کند و سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را هم پرفیض و برکات و بی آفت بگرداند و الله عزوجلال همه ما و شما را در راه راست هدایت بفرماید یا ارحم الراحمین.